سلام، به کانال چیتانیک خوش اومدید. ما قراره با کمترین قطعات یک سیستم آبیاری بسازیم. این پروژه مقدمه برای ورود به دنیای اینترنت اشیا و هوشمندسازی. پس با من همراه باشید. خب بچه‌ها، قطعاتی که برای این پروژه لازم دارید یک کیبورد آردوینو، یک ترانزیستور NPN قدرت و یک پمپ آب و یک منبع تغذیه متناسب برای اون پمپ آبتون است. اگه پمپ آب شما 12 ولته، باید یک منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی براش بخریم. من تو این پروژه از رله استفاده نکردم و به جاش از یک ترانزیستور استفاده میکنم. بیس ترانزیستور رو با یک مقاومت 330 اوهمی سری میکنید و میزنید به پین مد نظر آردوینو. وقتی این پین آردوینو فعال بشه، این ترانزیستور میره تو حالت اشباع و پمپ رو روشن میکنه. خب بچه‌ها، مدار این پروژه به این صورته. ببینید اگر این دوتا پایه، خب یکیش پایه 13 آردوینو باشه، یکیش هم زمین آردوینو، خب ما میایم از این پایه 13 به این پایه 13 یک مقاومت متصل میکنیم. این مقاومت میره تو یک ترانزیستور NPN قدرت که من از BD243 استفاده کردم. ترانزیستور BD243. خب این میره تو بیس ترانزیستور و امیترش زمین میشه و کلکتور متصل میشه به موتور. حالا من موتور رو یک مقاومت در نظر میگیرم، یک بار در نظر میگیرم و اینجا همون سیم آداپتور منه. اگر موتور شما 12 ولته باید به 12 ولت بسته بشه، اگر 6 ولته به 6 ولت. و زمین آردوینو هم باید به زمین منبع تغذیه متصل بشه. خب بچه‌ها، کد این پروژه رو من توی آردوینو نوشتم. اگر سوال یا ابهامی داشتین میتونید توی کامنت ها بپرسین. این سورس کد رو توی کانال ایتا و تلگرام قرار میدم. لینک کانال توی دیسکریپشن قرار گرفته. بچه‌ها، برای اینکه بتونم کدم رو تست کنم میگم که 5 ثانیه یک بار پمپ رو به مدت چقدر؟ 1 ثانیه روشن کن تا بتونم بورد رو تست کنم. به جای یه هفته یک بار گفتم 5 ثانیه یک بار. به جای 60 ثانیه آبیاری گفتم 1 ثانیه آبیاری. انجام بده تا بتونم بوردم رو تست کنم. این رو میریزم روی بورد و نتیجهش رو بهتون نشون میدم. خب بچه ها، همونطوری که میبینید هر 5 ثانیه یک بار به مدت 1 ثانیه این پمپ فعال میشه که منظور از اون 5 ثانیه همون یک هفته است و اون 1 ثانیه مدت آبیاریه. حالا شما نسبت به اون نیاز گیاه میتونید این زمان رو عوض کنید.